سلام. سلام. از ما چقدر می شود؟ از شما 60 سومانی. 60 سومانی؟ بله. دخترک شما میتونید که نویسید؟ شما از دافنه قرض دارین. نویسید پرداخت میکنم بعد. خب؟ یا من میتونم گفتم. نه برادر. اما ساعت خویزه. نویسید. یا خب؟ نویس من گفتم. بعد پرداخت میکنم. خب؟ شما برادرانی همین میت هستید؟ هر یک نفس چشنده مرگ است. من به شما یک نصیحت دارم. در دنیا از هیچ کس قرض نگیرید، چون که آدمی قرضدار تا روز قیامت در عذاب است. سلام. سلام. از ما چقدر می شود؟ از شما 60 سومانی. 60 سومانی؟ بله. دخترک شما میتونید که نویسید؟ شما از دافنه قرض دارین. بعد پرداخت میکنم. خب؟ فردا روز قیامت آدمی قرضدار را در آن دنیا بسیار مشقت، عذاب و مشقتی بسیار میدید. فهمیدید؟ این گپ‌های من را هیچگاه از یادتان نبراره. از ما رو حساب میکرده دفعه جان. از شما 42 سومانی اکر. از صالح جان رو هم حساب کنید. اکر صالح جان خودشون پرداخت میکنه. متاسفانه باید در بین ما نیست. چقدر در بینشون؟ یعنی در خیلی حیات نیست. چی؟